دوستان گرامی، دین اسلام دینی است که هر عقل سالم کمال و بزرگی آن را می‌شناسد و هر فطرت پاکیزه و قلب خالی از تعصب آن را می‌پذیرد. اگرچه در طول تاریخ دشمنان این دین علیه تعلیمات آن، علیه کتاب آن، علیه پیامبر آن تهمت‌های بی اساس بافته‌اند، ولی عالم غرب باز از دانشمندان با انصاف خالی نبوده است که به حقیقت و زیبایی این دین اعتراف نموده شهادت‌های تاریخی دادند. اینجا چند حرف از گفته‌های آنان را برایتان پیشکش می‌نماییم. ویلیام دورند، مورخ، فیلسوف و نویسنده سرشناس آمریکایی، مؤلف دانشنامه مشهور قصه تمدن‌ها هیستوری سیویلیزاسیون، گفته است اگر تأثیر رسانی بر مردم را معیار عظمت و بزرگی شخصیت‌ها قرار دهیم، باید بگوییم محمد صلی الله علیه و سلم بزرگترین شخصیت تاریخ است. خانم کارن آرمسترونگ، دینشناس، فیلسوف و نویسنده بریتانی، گفته است بیشک محمد صلی الله علیه و سلم همچون نمونه عالی اخلاق برای بشریت درس‌های بزرگی داده است، نه تنها برای عرب‌ها بلکه برای عالم غرب نیز. آلبرت کینیس گراچ، روحانی معروف، مورخ آمریکایی، سابق استاد دانشگاه تگزاس، گفته است پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم شخصیتی از دیگران فرق کننده و ناتکرار است. بیزند انی، نویسنده، سخنران و فعال سیاسی بریتانی، گفته است هیچ امکان ندارد شخص زندگی نامه پیامبر عربی بزرگوار محمد صلی الله علیه و سلم را آموزد، چگونگی دعوت او و روزگار او را ببیند ولی نسبت او احترام قائل نشود. پیامبری که بیشک بزرگترین و والا مقامترین پیامبران است. شخصا من خودم هر قدر حیات او را بیشتر میخوانم، حس احترامم به این معلم بزرگ باز هم بیشتر میگردد. موریس بوکی، مورخ و طبیب مشهور فرانسوی، گفته است من قرآن کریم را بی‌طرفانه به مقصد تا کجا با علم‌های معاصر موافق بودنش مورد پژوهش خود قرار دادم. پس از آموزش سالها به این نتیجه رسیدم که این کتاب از نقطه نظر علم کاملا صحیح بوده. علم معاصر هیچ آیه آن را انتقاد کرده نمیتواند. ایروینگ واشنگتن، مورخ و نویسنده آمریکایی، گفته است تورات زمان راهنمای بشریت و منبع اخلاق او بود. پس از تورات انجیل فرود آمد و مردم پیروی از انجیل نمودند. پس از این جای آن دو را قرآن پر کرد که از آن دو کتاب شاملتر و مفصلتر است. اینچنین قرآن جایهایی که از آن دو کتاب تحریف و تبدیل شده بود اصلاح کرده است. قرآن کریم همه چیز را در بر گرفته است. در آن همه قانونها جای گرفته است، زیرا آن آخرین کتاب آسمانی است. هنری دکاستری، نظامی و مورخ فرانسوی، گفته است حقا که عقل در حیرت میماند چگونه این کتاب بزرگ از مردی که قبلا جای درس نخوانده بود صادر شده است. کتابی که همه شرقیان بر این قناعتند که هیچ فکر انسان به مانند آن تألیف کردن نمیتواند.